این خواهر من یک ماهی میشه میره کلاس آشپزی. دیروز رفتم خونه‌شون دیدم مشغول پیراشکی درست کردن. خمیرش اینطوری گذاشته بود داخل شیشه، روش هم میتونه دستکش گذاشته بود. خیلی جالب بود. دستکش اینطوری اومد بالا، گفت خب خمیرم ور اومد. گفتم وای جلل خالق، عجب ترفندی بود، خیلی باحال بود. از استادشون فیلم گرفته بود که چقدر راحت با در پارچ پیراشکی رو قالب میزنه. روی میزش یه دونه تلفن پهن کرده بود و خمیر رو به این صورت پهن کرد و تون تون قالب زد. 3 سوته چند تا پیراشکی زد. حالا من رفتم چند مدل قالب پیراشکی خریدم. آخه اصلا فکرشو نمی‌کردم با در پارچ بشه پیراشکی قالب زد. بهش گفتم تو رو خدا هر چی بلدی بهم یاد بده، بی خودی پول به چیزای الکی نده. گفت آبجی قشنگم بیا بهت یاد بدم تا دیگه الکی پولات خرج نکنی. فقط کافیه ورق روغنی بخری و اینطوری قالباتو باهاش پوشش. منم از کارش فیلم گرفتم تا داشته باشم. گفتم خدای چقدر خوبه آدم این تو چیزا رو بلد باشه و پولاشو الکی خرج نکنه. از قالب مافین گرفته تا قالب گرد و مستطیل اینطوری با کاغذ روغنی قشنگ پوشش داد. گفت وقتی کاغذ روغنی توش پهن کنی قالبت هم خراب نمیشه، راحتم کیکو میتونی بیاری بیرون. برای اندازه‌گیری موادم که همیشه مشکل داشتم بهم گفت چه کار کنم. فیلمشو گرفتم و اینجا هم گفتم برای شما به اشتراک بذارم تا شما هم ببینید و استفاده کنید. مابقی اندازه‌گیری موادم تو کپشن نوشتم، حتما بخونی ها. حالا برای آبجی قشنگ من یه لایک خوشگل بزن و پیج منم حتما فالو کن و همراه هم باش تا هرچی از آبجیام یاد میگیرم براتون اینجا به اشتراک بذارم.